سلام دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز میخوام در مورد نمک و اینکه چجوری برای خلاصی از شر دعوا و بحث و جدل در منزل از نمک استفاده کنیم. این تکنیک بسیار عالیه برای پاکسازی و خلاصی از شر دعوا و بحث در منزل. همچنین با استفاده از این تکنیک میتونید انرژی های راکد شده را در خانه به جریان بندازید. قبل از اینکه بریم سراغ تکنیک، ازتون میخوام که لطفاً این ویدیو را حمایت کنید، لایکش کنید تا افراد بیشتری بتونن ازش استفاده کنن. خب این تکنیک به این صورت هستش که شب میخواید بخوابید، یک کاسه رو پر از آب میکنید و یک قاشق نمک طبیعی، نمک دریا باشه که چه بهتر، توی کاسه آب میریزید و بعد اول روی آب تکرار میکنید به آب، چون آب یه موجود زنده است و درک داره. تکرار میکنید انرژی های منفی رو از خانه ما دور کن، انرژی های منفی، دعوا و بحث و غیره را، و بعد 4 مانترای پاکسازی رو روی آب میخونید به نیت دفع انرژی های منفی در خانه. متاسفم، لطفاً منو ببخش، متشکرم، دوستت دارم. و بعد چند قطره رو هم کم به اطراف خونه هم بپاشید و بعد کاسه آب نمک رو میذارید گوشه ای از خونه و صبح اونو خارج از خونه میریزید، یعنی توی کوچه. امیدوارم نتایج عالی از این تکنیک بی‌نظیر بگیرید. میتونید این تکنیک رو به مدت 40 روز انجام بدید. با حس عالی بنویس: خانه و خانواده من پر از انرژی است. حالا میخوام در ادامه ویدیو تعریف هواپونوپونو رو به طور خلاصی و مفید و مختصر براتون بگم. خب هواپونوپونو یک تکنیک پاکسازی ذهن ناخودآگاه از خاطرات، برنامه‌ها، دیتاها، باورها هستش که مربوط به کشور هاوایی است و توسط کاهنان انجام می شده. همینطور یک روش خودشناسی است. یکی از مهمترین اصولش این که هر چیزی در زندگی تجربه می کنیم باید مسئولیتش رو 100% بپذیریم و بعد شروع به پاکسازی کنیم. فرآیند پاکسازی در هواپونوپونو خب اینجوریه که خودشناسی از طریق هواپونوپونو یک فرآیند حل مشکل است از نوع توبه، بخشش و تحول که هر کسی میتواند از آن استفاده کند. آن یک فرآیند درخواست از الوهیت است تا خاطرات اشتباه موجود در ناخودآگاه شما را به 0 تبدیل کند. یکی از مهمترین ابزارهای پاکسازی در این تکنیک 4 مانترا هستش: متاسفم، لطفاً منو ببخش، دوستت دارم، متشکرم. قبلا 2 یا 3 پست راجع به این بحث رو گذاشتیم. یک خانه پر از انرژی منفی باعث می شود احساس تنگی نفس، سردرد، بیخوابی، خستگی، بیقراری و ضعف کنید. همه ما گهگاهی در خانه‌مون احساس غمگینی می‌کنیم و این مسئله کاملا طبیعی است. اما اگر احساس می‌کنید در خانه مدام احساس غمگینی و افسردگی دارید و در بیرون از خانه حال روحیتان خوب است، بدانید که در خانه شما انرژی منفی وجود دارد. توی این ویدیو یکی از راه‌های پاکسازی از انرژی منفی رو بهتون یاد دادم. خیلی ممنون از همراهیتون دوستای عزیزم.